یه روز سرد زمستونی بود. یادم میاد که اون روز لباسامو پوشیدم و از خونه بیرون زدم تا با تعدادی از دوستان بریم و یه چرخی تو خیابونا بزنیم. همینجور که داشتیم خیابونا رو متر میکردیم یهو گوشی من زنگ خورد. دستمو کردم تو جیبم و گوشیمو در آوردم. یه اسم آشنا میدیدم روی صفحه گوشیم. دقت کردم که یادم بیاد این اسم مال کیه. خیلی آشناست ولی یادم نمیاد. خوب که فکر کردم دیدم این اسم یکی از دوستای قدیمیمه. آره، یه دوست قدیمی بهم زنگ زده بود. خیلی خوشحال شدم و سریع تلفن رو جواب دادم. باهاش حال احوال کردم و ازش پرسیدم کجایی. پاسخ سوالامو میداد و از من خواستش که با هم بریم بیرون. بریم یه چرخی بزنیم، حال و احوال همدیگه رو به صورت حضوری بپرسیم. بهش جواب مثبت دادم. بهش گفتم کجام و بیاد دنبالم. ماشین داشت. با ماشینش اومد دنبالم. چیزی حدود 20 دقیقه طول کشید تا به من برسه. من از دوستای دیگم خداحافظی کردم و سوار ماشین این رفیق قدیمی شدم. بعد از خوشوبش دوستانمون که بعد از مدتی همو ندیدن شروع شده بود، با همدیگه تصمیم گرفتیم که یه مقدار از شهر دور شیم. تصمیم گرفتیم بریم به سمت کوه. گفتیم یه جای خلوت رو پیدا بکنیم و بریم حسایی دوتایی با هم دیگه خلوت کنیم. از این مدتی که کنار هم نبودیم صحبت کنیم. خلاصه گازشو گرفت، خیلی هم تند رانندگی میکرد. جاده هایی که ما رو میخواست به مقصد برسونه خیلی پیچ و واپیچ بود و این رفیق ما هم خیلی اهل تند رفتن بود. توی طول مسیر من چون خودم راننده بودم و سمت شاگرد نشسته بودم حسابی استرس بهم وارد شده بود از تند رفتن این دوستمون. اسم دوستم علی بود. بهش گفتم علی چه خبره؟ چرا انقدر تند میری؟ گفتش بابا رانندگی آروم که حال نمیده. تو هم پایه من باش، هیچی نگو، همراهی کن. گفتم باش. حقیقتش منم بدم نمی اومد از سرعت زیاد، ولی وقتی که خودم پشت فرمون بودم خیلی بهم حال میداد. خلاصه انقدر که من سمت شاگرد ترمز کرده بودم و کلاج گرفته بودم پا درد گرفتم. اون بچه اون منطقه بود و حسابی این روستاها و ده ها رو میشناخت. خلاصه از چند تا جاده خاکی انداخت و رفت. با اینکه ماشینش پراید بود بهش میگفت پرایدو. میگفت پرایدو من همه جا میره. واقعا هم همه جا میرفت باش. رفتیم تا نوک کوه. تقریبا دیگه غروب شده بود. هوا خیلی سرد بود. تا توی ماشین بودیم از سرمای بیرون هیچی حالیمون نمیشد. بعد از اینکه رسیدیم نوک کوه که براتون بگم تپه های بزرگ. وقتی که رسیدیم نوک کوه من در ماشین رو باز کردم تا پیاده شم و یه نفس عمیق تو این هوای پاک بکشم. در ماشین رو که باز کردم یه سرمای عجیبی پیچید تو ماشین با شدت باد. اونجا ارتفاع زیاد بود و طبیعی بود که خیلی باد باشه. خلاصه خیلی سردم شده بود. لباسایی که من پوشیده بودم برای اون حد سرما نبود. ولی باز چند تا نفس عمیق توی اون هوا کشیدم و حسابی ریه‌هام از هوای سرد پر شده بود. گفتم با خودم قبل از اینکه بخواد
آب ریزش بینی شروع بشه و لرزه به اندامم بیفته، بهتره که بشینم تو ماشین. نشستم تو ماشین. دوستم 2 لیوان گذاشت روی داشبورد و یه نوشیدنی باز کرد. گفت یه جشنی میگیریم با هم، این مدتی که کنار هم نبودیم و جبران کنیم. خوش میگذره، کلمونم داغ میشه و حسابی بهمون حال میده. من پایش بودم و هیچ مشکلی نداشتم. علی به من گفتش که حسن، جنبت چقدره؟ گفتم من جنبه خاصی ندارم، تا هر جا که بتونم همراهیت میکنم و هر جا هم که نتونستم میگم من بستمه. گفت باشه. خلاصه مقداری که از نوشیدنی خوردیم کله هامون داغ شده بود. دیگه هوا تاریک شده بود. بهش گفتم که عجب جای خوفیه، چه سکوت مطلقی داره. صدای زوزه گرگ از دور به گوش می رسید. خیلی ضعیف بود. باید حسابی دقیق گوش می کردی تا صدای زوزه گرگو تو صدای باد بشنوی. باید خیلی دقت می کردی. اون باد سردی که پیچیده بود اونجا داشت با خودش برفو می آورد. ارتفاع بالا بود. همون موقع هم که ما داشتیم می رفتیم روی قسمت هایی از کوه می دیدیم که تیکه هایی از برف هست. مخصوصا توی جاهایی که مانند دره بود و نور آفتاب کمتر بهشون می رسید. برف شروع شد. باد کم کم جای خودشو به برف داد و رفت. برف رقصون می اومد پایین. باز عجیبی بود. خیلی قشنگ بود. من رقص برف رو دوست داشتم. گهگداری نور بالای ماشین رو روشن می کردیم و متوجه می شدیم که حجم بارش برف چقدره. دیگه بارش برف انقدر زیاد شده بود که وقتی نور ماشین روشن می شد تا بیشتر از 1 متری معلوم نبود. یه مقدار ترس داره که وقتی تو از همه آدم دور میشی و تو ذهن خودت میدونی که نزدیکترین آدم که توی شهرها وجود داره به تو حداقل 50 کیلومتر فاصله داره. ما 2 تایی رفته بودیم کوه و هیچ چیز دیگه ای اونجا نبود. هیچ انسان دیگه ای اونجا نبود. وگرنه چیز دیگه ای بود. کم کم صحبت ما از خنده و شادی رسید به صحبت‌های ماورایی. با هم دیگه میگفتیم که تا حالا جن دیدی؟ تا حالا روح دیدی؟ همینجوری صحبت میکردیم و من وقتی آنتن گوشیمو چک میکردم دیدم که گوشیم به سختی آنتن داره. خلاصه صحبت‌های ما رسیده بود به جن و ارواح. همینطوری که صحبت میکردیم نمیدونم چی شد که من گوشیمو برداشتم و رفتم توی گوگل و عکس‌های جن‌ها رو سرچ کردم و اینجا اول ماجرا بود. بعد از اینکه گوگل تعدادی عکس رو برای ما آورد متوجه حضور جن‌ها می‌شدیم توی عکس‌ها که تعدادی آدم عادی عکس انداخته بودن و یک جن در پس زمینه پشت سر همه آدما بدون اینکه اونا متوجه شده باشن حضور داشت. آره. همین دیدن عکس‌ها باعث شد که یه حس خوف تو وجود ما رخنه کنه. حسی که
ما هم هر آن حس می کردیم پشت سرمون امکان داره اجنه‌ای باشن که ما حواسمون بهشون نیست، ولی اونا حضور دارن. خلاصه همینطور که داشت پیش میرفت و سکوتی اونجا رو فرا گرفته بود که هیچ صدای دیگه‌ای به گوش نمی رسید. انقدر صداها کم بود که نشستن برف روی ماشین حس می شد و به خاطر مدت طولانی که ماشین خاموش بود سرمایی ماشین رو فرا گرفته بود. گهگداری ماشین رو روشن می کردیم و یه مقدار بخاری می گرفتیم تا داخل کابین ماشین گرم بشه. ولی خب از اونجایی که مقدار بنزینمون کم بود و نگران تمام شدنش بودیم، برای همین زیاد ماشین رو روشن نمی کردیم. توی همین سکوتا بود که یه ضربه قوی رو به ماشین احساس کردیم. با صدای ضربه هر دومون به سرعت سرمون و نگاهمون به همدیگه خیره شد. با تعجب تو چشمای همدیگه نگاه میکردیم. من ترس رو تو چشمای علی میدیدم. علی هم ترس رو تو چشمای من میدید. هر دو حسابی ترسیده بودیم. مخصوصا که صحبتهای ما راجع به جنا بود. بعد دوتایی داشتیم حسابی تحلیل میکردیم که جن باشه چجوریه، نباشه چجوریه. تو همین صحبتها بود که یه دفعه اون صدا اومد. انگار یه چیزی محکم خورد به گلگیر عقب ماشین. سمت راننده خورد. قشنگ یادمه. صداش زیاد بود. نمیشد انکارش کرد. نمیشد بگی که خودمون این صدا رو در آوردیم و توهم زدیم. تا این صدا اومد بهش گفتم علی یعنی جنه؟ گفت جن لازم نداره که به ما با صدا خودشو ثابت کنه. میتونه بیاد این تو. گفت من ترسم از چیز دیگه ایه. گفتم چی میتونه باشه؟ گفت چند دقیقه پیش صدای چی میشنیدی؟ گفتم یعنی میخوای بگی گرگ؟ گفت امکانشو داره. تو این مناطق وقتی زمستون میشه غذا برای گرگا کمتر پیدا میشه. گرگا مجبورن واسه پیدا کردن غذا به منطقه پایین کوه‌ها بیان. حتی بعضی وقتا هم دیده شده که توی روستاها هم اومدن. ما که الان از روستا خیلی بالاتریم. گفتم خب پس خیالم راحت شد. گفت چرا خیالت راحت شد؟ گفتم خب ما تو ماشینیم. اگر جن بود میتونست بیاد تو ماشین. گرگ که نمیتونه بیاد تو ماشین. گفت پسر خوب از این فکر نکن. گرگ اگر بخواد بیاد تو ماشین با کله میاد تو شیشه و میپره تو. خلاصه من میخواستم به خودم دلداری بدم و که هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اون بیشتر تو دل منو خالی میکرد. مدت زمان زیادی نگذشته بود که اون همینجور داشت میگفتش که اگر گرگ بخواد بیاد تو ماشین به شیشه نگاه نمیکنه. شاید اصلا شیشه رو نبینه. همینا رو داشت میگفت که صدای دوم اومد. صدای دوم از در عقب بود. این سری سمت شاگرد، سمتی که من نشسته بودم. وقتی این صدا اومد به سرعت برگشتم و به سمت در نگاه کردم. تمام شیشه ها بخار کرده بود. هیچی دیگه معلوم نمیشد. همه جا تاریک بود و یه نور مهتاب آروم همه جا رو یه مقدار نورانی کرده بود، ولی دونه های برف نمیذاشتش که جایی مشخص باشه. بدتر از اون که بخار تمام شیشه ها رو گرفته بود.
ما میشد که حداقل 2 ساعت توی ماشین بودیم و بخار نفسهای ما روی شیشه نشسته بود. چندین بار با نور بالا چراغا روشن کرد تا ببینه اگر گرگی چیزی هست بالاخره باید دور ماشین بچرخه. وقتی گرگ بخواد دور ماشین بچرخه، خب تو نور بالامون باید مشخص بشه. به سرعت شیشه های جلو رو با دست پاک میکردیم، با لباسامون پاک میکردیم که دیدمون بهتر بشه و سریعتر و بهتر بتونیم ببینیم، ولی چیزی معلوم نبود. تو همین فکرها بودیم که یه ضربه قوی‌تر خورد به صندوق ماشین. از زمان ضربه‌ای که به در خورد تا زمانی که ضربه به صندوق خورد تقریباً 4-5 دقیقه میگذشت، ولی ما هر دومون تو این 4-5 دقیقه هیچی نگفتیم. هر جفتمون حسابی ترسیده بودیم. من فهمیده بودم که دیگه گرگ نیست. اگر گرگ بود باید یه نشونه‌ای ازش میدیدیم. بهش گفتم علی وقتشه که بریم. گفت موافقم. ماشین رو روشن کرد. ماشین روشن شد. وقتی ماشین رو گذاشت توی دنده و راه افتادیم، صدای خرچ خرچ برف و زیر لاستیک می اومد. خیلی ساکت بود همه جا. انقدر همه جا ساکت بود که صدای لاستیک ها و صدای موتور ماشین به نظرمون خیلی زیاد بود. ماشین آروم راه افتاد. جایی که وایساده بودیم هموار بود. ولی از جایی که باید رد می شدیم سربالایی بود. و ما اصلا حواسمون به این نبود که برف اومده و نمیشه از سربالایی رد شد. اینجا قصه ما یه خورده ترسناکتر میشه. ما مقداری که مسیر رو طی کردیم رسیدیم به همون سربالایی ها. هرچی تلاش کردیم ماشین نمیرفت. با سرعت دورخیز، دنده 1، دنده 2، به هیچ وجه ماشین رد نمیشد. بهش گفتم که ما هرچی بیشتر اینجا بمونیم اوضاعمون بدتر میشه. بهتره که هر کاری هست همین الان انجام بدیم. گفت چی کار میتونیم انجام بدیم؟ گفتم که بیا تماس بگیریم و یکی از پایین بیاد بتونه بوکسل کنه ماشینو، یه جوری بالاخره نجات پیدا کنیم. تعدادمون زیاد بشه بهتره. اینطور نیست؟ گفت آره بهتره، تماس بگیر. گوشیامو در آوردم و دیدیم که گوشیمون آنتن نداره. از جایی که ما آنتن داشتیم دور شده بودیم. اونجا قسمت بالاتری بود نسبت به جایی که الان بودیم. خلاصه 10 دقیقه تلاش کردیم و دیدیم هیچ فایده ای نداره. تصمیم گرفتیم که خودمون باید یه کاری بکنیم. گفتم تو ماشین چه ابزارایی داری؟ گفت ابزار خاصی ندارم، انبرده از پیشگوشتی. گفتم اینا فایده ای نداره. یه چیزی مثل بیل میخوایم. زنجیر چرخ داری؟ گفت نه، زنجیر چرخ ندارم. خلاصه گفتم وقت پیاده شدنه. گفت گرگه رو چیکار کنیم؟ گفتم نمیدونم، ولی اگر بمونیم تو ماشینم اوضاع بهتری نداریم. من نمیتونم بمونم تو ماشین و منتظر باشم یه اتفاقی برام بیفته. بیا تلاشمون رو بکنیم. گفت باشه، تو که پیاده بشی من نمیتونم تو ماشین بمونم. باهات پیاده میشم. خلاصه هم من پیاده شدم هم علی پیاده شد. ماشین همچنان روشن بود. دوست نداشتیم ماشین رو خاموش کنیم که باز یه سکوتی همه جا رو فرا بگیره. وقتی سکوت میشد ترسناکتر میشد.
یه موقعهایی انگار بیخبر بودن بهتر از باخبر بودنه. خلاصه از ماشین پیاده شدیم و حسابی داشتیم تلاش میکردیم که توی مسیر چرخهای ماشین این برفایی که فشرده شده بودن و با پیشگوشتی و هر چیزی که به دستمون میرسید اینا رو بکنیم و به خاک و سنگ برسیم تا ماشین به اونا گیر کنه و بتونیم از این سربالایی بریم بالا. همینطور که داشتیم میکندیم یه دفعه‌ای شنیدم که یکی گفت حسن کندن فایده نداره. برگشتم بهش گفتم پس چی فایده داره؟ علی یه دفعه‌ای گفت چی؟ بهش گفتم پس چی فایده داره؟ بلندتر بهش گفتم. گفت یعنی چی پس چی فایده داره؟ بهش گفتم تو الان به من گفتی کندن فایده نداره. گفت من حرفی نزدم. توهم زدی؟ 2 پیک کمتر میخوردی به اینجا نمیرسیدی. خلاصه منم گفتم شاید توهم زدم. خیلی پیش میاد که واسه آدم یه صداهایی میشنوی ولی در واقع هیچی نشنیدی. شاید یه موقعهایی اینا خاطراتیه که توی ذهنت مرور میشه و تو فکر میکنی که چیزی شنیدی. برای هممون پیش میاد، حداقل هفته یه بار. خلاصه با این که من توهم زدم به کندن ادامه دادم. همینجور داشتم میکندم که یه دفعه دیدم علی از ترس دوید پیش من. از ترس دوید پیش من ولی سریع برگشت و به جایی که وایساده بود داشت نگاه میکرد. فهمیدم که حتما اونجا چیزی دیده یا یه چیزی حس کرده که وقتی با این سرعت اومده سمت من ولی داره هنوز به اون ور نگاه میکنه. 2 شونه هاشو گرفتم و محکم تکونش دادم. گفتم چی شده؟ هیچی جواب منو نداد. دوباره تکونش دادم. گفتم چی شده؟ گفت یکی به کمر من ضربه زد. هر دو رو پاهامون نشسته بودیم و داشتیم زمین رو میکندیم. رد چرخا رو، جایی که برفا فشرده شده بود و مثل یخ سر شده بود و نمیذاش لاستیکا به زمین گیر کنه و بره. برای همین باید اونا رو میکندیم. به من گفتش که یکی از پشت به کمرم ضربه زد. گفتم علی ما یا باید از اینجا بریم یا باید بمونیم و هر بلایی امکان داره سرمون بیاد. گفتم فهمیدی که چی بود؟ گفت نه. هر چیزی میتونست اونجوری ضربه بزنه. گفتم بیا از این به بعد کنار هم باشیم، از هم دور نباشیم تا اگر اتفاقی برای هر کدوممون افتاد اون یکی بتونه کمکش کنه. این بار کنار من شروع کرد به کندن. هر دو یه نقطه رو میکندیم. اینجوری کارمون هم سریعتر پیش میرفت. ولی خب جای یه چرخ رو میکندیم و میدونستیم که باید جای 2 چرخ کنده بشه تا ما بتونیم نجات پیدا کنیم، چون وقتی یه چرخ سر میخوره اون یکی چرخ دیگه راه نمیره. خلاصه شروع کردیم به کندن. پشت هر دومون به یه سمت بود، روی هر دومون به سمت جلو و شیب جاده که نبود، یه سراشیبی بود که ما میخواستیم ازش به عنوان جاده استفاده بکنیم. همینجور که داشتیم میکندیم یهو دیدم علی به جلو پرتاب شد، انگار که یه بزی گوسفندی از پشت بهش شاخ زده باشه. تا پرش علی رو به سمت جلو دیدم چرخیدم و پشت رو نگاه کردم ولی هیچی معلوم نبود. یه مقدار از ماشین دور شده بودیم و فقط چراغای ماشین معلوم بود، چون انقدر بارش برف شدید بود که مانع از این میشد چیزی رو ببینیم. هیچی معلوم نبود، هیچی. هر دومون حسابی ترسیده بودیم. بهش گفتم بدو بریم توی ماشین، اینجوری خیلی ناجوره،
حداقل تو ماشین هیچکی به ما ضربه نمیزد. بهم گفت بدو. وقتی بدوی علی رو شنیدم از جام پریدم. ابزارهایی که تو دستمون بود و محکم گرفته بودیم تا اگر چیزی بهمون حمله کرد با اونا از خودمون دفاع کنیم. دویدیم رسیدیم به ماشین. هر جفتمون نشستیم تو ماشین، سوار شدیم. علی گفتش که یه دورخیز میکنیم و بعد میریم. گفتم علی خطرناکه. گفت این ضربه ها به تو نخورده، به من خورده. من حسش کردم. نفس نفس میزد. نفساش تند شده بود و من از این نفسا و از اون چشمایی که گرد شده بود از حدقه زده بود بیرون قشنگ متوجه میشدم که الکی نمیگه. اون حالت صورت مال خالی بندی نبود. خلاصه سرعت زیاد و ترجیح دادیم با خطر این که حتی اگر منحرف بشیم روی این برفا امکان داره بیفتیم توی دره. گفتیم ولی حداقل اینجوری شانس زنده موندنمون بیشتره. معلوم نبود اگر میموندیم اونجا چه اتفاقی برامون میافتاد. خلاصه کلی دورخیز کرد. حتی معلوم نبود عقبی به کجا داریم میریم. از روی رد جلوی چرخامون میفهمیدیم که دنده عقب داریم درست میریم. بعد از اینکه تقریباً 100 متر رو دنده عقب رفت ترمز کرد. ترمز کردنمونم با مقداری سر خوردن همراه بود. شروع کرد گذاشت دنده 1. مقداری که پر شد گذاشت دنده 2. باز هم پر شد گذاشت دنده 3. سرعتمون زیاد شده بود. قشنگ مشخص بود که ماشین داره سر میخوره. ولی با بازی فرمون سعی میکرد که این سر خوردن ها رو کنترل کنه. مشخص شد که رسیدیم به جایی که داشتیم میکندیم. اون قسمت خیلی سرعتمون زیاد بود. ماشین افتاد توی سربالایی. رفت. سرعت ماشین همینجور داشت کمتر میشد و من ناامید که نمیتونیم اینجا رد شیم. ولی یه معجزه بود. ما تونستیم اونجا رد شیم. همین که رسیدیم سر سربالایی یه ضربه محکم دیگه خورد به ماشین. علی با ترس توی آینه ها رو نگاه میکرد و قشنگ معلوم بود که تو آینه ها هیچی معلوم نیست. ولی همینجوری به 3 تا آینه نگاه میکرد. آینه راست، آینه چپ، آینه وسط. هیچی نمیدید. بهش گفتم نگران نباش، حتما یه سنگی چیزی از زیر چرخ در رفته خورده به ماشین. گفت غیر ممکنه. این صدا از زیر ماشین نبود. خلاصه همینجور که داشتیم میرفتیم چون سربالایی رو رد کرده بودیم سرعت ماشین هم کمتر کردیم که دیگه خطری نداشته باشه. ولی ضربات به ماشین همینجوری ادامه داشت. ما هرچی دورتر می شدیم از اون منطقه ضربه ها به ماشین کمتر می شد و این باعث دلگرمی ما می شد که انگار ما اونجا یه مزاحمی بودیم و قصد داشتن که ما رو از اون منطقه دور کنن. ما از اونجا اومدیم. رسیدیم به آسفالت. هر جفتمون نفس راحتی کشیدیم. بعد که دیگه خیالمون راحت شده بود که هیچ چیزی نمیتونه دیگه به ما آسیب برسونه یا حداقل اون چیزی که سعی داشت به ما آسیب برسونه یا ما رو بترسونه، دیگه از قلمرو اون دور شدیم. جفتمون شجاع شده بودیم. میخندیدیم به هم. همدیگه رو مسخره میکردیم. خودمون رو مسخره میکردیم. بهش گفتم داداش دیدی؟ کپ کرده بودم. گفت آره بابا من از تو بدتر بودم. گفتم راست میگی. انقدر ترسیده بودیم که حد و حساب نداشت. گفت آره. گفتم وجودشو داری یه بار دیگه برگردیم؟ گفت با من صحبت از وجود نکن، میخوای برگردم؟ گفتم نداشت دمت گرم.
حالات همینجاش بس بود. خلاصه به خیر گذشته بود. دیگه دوست نداشتم به اونجا برگردم. خیلی محیط ترسناکی بود. شب، تاریکی، برف. خیلی ترسناک بود. دیگه نمیخواستم برگردم. بهش گفتم علی، شانس آوردیم که حداقل با هم بودیم. گفت دیوونه، من قبل از اینکه بخوام بیام اینجا یهو به دلم افتاد که به تو زنگ بزنم، وگرنه قصد داشتم تنهایی بیام. گفتم خیلی دیوونه ای، معلوم نی اگر تنهایی اومده بودی چی شده بودی. گفت دیگه به خیر گذشت. خلاصه با هم برگشتیم پایین. به خیر گذشته بود. میخوام بگم اگر میخوایم برین جاهایی که تا حالا نرفتین، حتما با خودتون امکانات داشته باشین، همراه داشته باشین. یه نفرم کمه، 2-3 نفر همراه داشته باشین. خدا نگهدار.